اینک پیام خوش برای آنهایی که از درد میان و ستون مهره، گریژه، استرخاندریوز و فشار خون اذیت میکشند و همچنین به استخوانبندی نیاز دارند. دکتری وطنی بختیار که دیر باز انتظارش بودید به وطن برگشت و مرکز طبی خود را در شهر وحدت برای طبابت همدیاران افتتاح نمود. سراغ شهر وحدت در شفت درمانگاه مرکزی. روزهای قبول از روز دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 7 صبح تا شامگاهان. تشریف بیماران با تشخیص MRT حتمی است. تلفن برای تماس 889 44 93 93. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خود وکیل مردم سلام وکیل مردم ما را تماشا دارم میرسونم. باوری کنید که همتون خوب تنج سلامتین. بازم این روز خوش خبرهایی هست که با برادرها که در تاجیکستان در وطن خودمون ان شاء الله انا برادر جان 20 ما وقت زنگ زدیم پیش از جای کارمون محکم 3 ماه در وحدت نبودیم شهر وحدت. الحمدلله ما میگفتیم که ریموندیم. مرحمت این جای ریمون کردگی کارخانه ریمون که ما ان شاء الله امروز شده شده ان شاء الله اگر روز دوشنبه میشنه خارجون دوشنبه 15 ینور کارمو سر میکنیم ان شاء الله 2024 15 ینور. انا برادر جان این کابینت هستن باز پیش از کابینت های کردن یا رکلامچه کرد. برادر جان یکم رکلامچه که ما بچه در نمره 80 مسکو پیش بزرگ صدوات بچه ها کار کردن. خصوصا هم مادرایی که ما را میپرسیدن که هجومه زنکی یا که سوزو چی میپرسیدن هم خواهرای بودن مرحمت زنگ زنه 80 الحمدلله ما در مسکو پیش بزرگ صدوات نمره 929 904 80 همین نمره میتونید علاقه کنین زنگ بزنید. انا مصطفی دکتر در همجا شاگردی ما کدی یک شاگرد رو خدمت کسان برای مردم با یک خوشخبر دیگه با یک رکلامچه دیگه برای هم برادرایی که گرانیسا میروند مسکو قزاقستان اکای نور محمد شرکت اکای نور محمد این نمره تلفنش مرحمت اینو ما سلام میگن زنگ بزنینش قزاقستان مسکو قزاقستان گرانیسا میبرم میورن کدمه حجتاش تمام شده اگر کسی نمیتونه اگون دلپری ماشین نداره حتما این باوری نکنه اکای نور محمد خیلی خدمت کرده همکاری دارم خدا این باوری نکنه مرحمت زنگ بزنید در خدمت شما اکای نور محمد. تمام میریم اسما جان یکم انا اینجا ما مساج داریم مساج زنکی و مردک اونا داریم بعدش دیگه فراموش نکنید برادرها ایره دو اومدیم به تشویش ما بلودا جا داریم میرین جا میکنی خودتون 10 روز مساج میگیرین مساج 10 روزه شده اگر 10 روز مساج هست یا میریم یکم کابینت یا بسم الله اینجا جای برای مادرها خواهرها که زنک هستن میبیان اسم جون این بوچکا ان شاء الله بوچکا دا میدروین اونجا دا مساج میکنن ان شاء الله. انا این کابینت ما هسته ما در اینجا مساج میکنیم بیارسیم این مرحمت همه چیو زدگی تیاره خدا خواه کارمو سر کردیم میتونه که مرحمت کنیم بیاین برادرها اینجا دوروی که هستن که این ماس پازایی که شما بسیار میپرسیدین ماس پازم واردگیم برای مساج پاساج. انا این اینجا برادرها که انا برای بوچکا بیوجه این بوچکا هست که بوچکا میگیم در مسکو ما داشتیم برادرها این به حد فایده خوب داره نه که اون برادرها که گریژا دارن ارزی این بوچکا رو نکنین گریژا داده زلال داره برای استخواندروز پراتریوز رادیکولیت و این میوده فایده داره برای پراستیت فایده داره بوچکا وقت برادرها که گریژا دارن گریجا دا ارزو نکنین حتما ایده نشینین زلال داره آدمی که گریجا دارین برای همون آدمی که گریجا نداره برادران میتونه که بیا بعد چی گفتن برادرها که تا اینجا میدرجه مساج میکنیم انا برادر هیچ گریجا مسکو نیست و فیرو همتون داخلتون یا جمعه داریم یا جمعه را پشت بیو مرحمت بیو بوچکا را بدرو و دیخ که بره برای آدمی که بیمار هستن پروسه برای کیف خودشون مرحمت بیاین بوچکا یا مساج گرفت میکنیم ان شاء الله میشین سلامتی گفتیم که باد رسیده میرین ان شاء الله باوری دارم اینجا مسکو نیست که تو برو بیرون خنک باشه 30 گراد 40 گراد 20 گراد که تو بوچکا نداری اینجا مساج تاجیکستان وطن خودم هوا رو بی بود خدا داده بیا یا خود سبب میشه میره شب تا سر خواب کرده میخیزی
خیر برادرها امروز این ادرس هم جوی ما اینجا زالجدن مرحمت کنیم بین نمره هسته که 900 چند 889 44 93 93 حتما زنگ بزنید این نمره. مقصد بعضی آدمایی که هستن ساعت 12 یک شب التماس زنگ نزنین. هست آدمایی که ساعت 10 11 شب زنگ میزنن ما برداشتن میتونیم کدیمو جنگل سر میکنیم تلفن ما رو نمیبرداریم. از ساعت 8 تا 8 دیگر کار میکنیم. از روز دوشنبه تا پنجشنبه را. از روز دوشنبه تا پنجشنبه را ما از ساعت 8 تا 8 دیگر قبول میکنیم. انا ایشان فراموش نکنید برادر کسانی که برادر که امرتی ندارن بیاین همینجا امرتی ما داریم امرتی تو میکنیم. به امرتی قبول کردن نمیشه. با ایران فهمونم. با همینجا پلیسیال که اصحابشناس دکتر نسیم جان کدیمو همکاری داره. مثلا پیش با میرین دکتر میبینم وراج میبینه شما را امکانیت اجازه میتونم برای مساج بس شما پیش ما میبینید. حتما اینا فراموش نکنید نگین که این بود دکتر اگه پیدا شد. نه ما چرا دکتر شما را قبول میکنیم. خیر خداوند نگهبان باشه. باقی در پناه خدا تا نواره